با ما همین کسی ما گرفتم بیاد پولی من 4 نفرم. منی کار فراهم میسازن. نه. خودشان کار نمیکنن. دیگه چی اپلای میکنم ما میاد میگه نان میخرم. دیگه آدم جاندانی کو میفته. تو لا طرف میاد. اینجا میتونن آزادانه بیان نان. به نام خدا زرونه عظیمی هستم، مسئول خوراک فروشی بانوان. کار ما همی است که ما همینجا تعداد خانم‌ها بود میرفتن بیرون نان میخوردن و ما اینجا خوراک فروشی را ایجاد کردم تا خانم‌ها آزادانه بیاین نانشان بخورند. هم کسایی که میبرند، کسایی که میخورند همینجا میان. دیگه ما مثال کرایی است، منتو است، آش است، برگر است، لوبیا است، غذاهای همی انواع غذا پخته میکنیم. کار ما از صفر شروع کردیم، نو شروع کردیم و تعداد 10 دانه شاگرد دارم. دیگه انواع مثال مهم همیست که بیکار بود، شوهرم بیکار بود، بچه‌م بیکار بود. دیگه این تعداد شاگردان که از این کلشان چی از مکتب ماندن اینجا آمدن، هم سرگرم کار هستند و هم یک پول ناچیز ما برشان میدم. بله هم خانما گفتم، هم خانما میاین نان میخورن، هم مشتری که بیرون فرمایش میده برشان هم روان میکنیم. مشکل ما همی است که ما اقتصاد ما ضعیف است. ما صفر شروع کردیم، یعنی میگیم که یعنی ما یک دکان تعداد خانما میاین آشپزخانه نان میخورند، باید ما یک دکان دیگه بگیریم که اونا آزادانه بیان نان بخورن. بله ما توانایی کار داریم. هم تعداد دختر خانمای دیگه کس هم یا کارشان نام خدا جوان هستند. دیگه انواع مثال ترشی، آچار، مربا، چکنی، رب این چیزا رو تیار کرده میتونیم. صرف اقتصاد ما ضعیف است، نمیتونیم توانایی کار مقدر. ما چند سال پیش در رستوران بانوانم همونجا آشپز بودم. بسیار مردم آزادانه مثال فروش ما بسیار زیاد خوب بود، عالی. یک ذره کلگی میگه که یعنی فروش نیست یا بیکاری است، او قدر دیگر نسبت به وقت خوب نیست. خواست مامی است که باید در مکتب برای شاگردا باز کنن و در پولوی از او دیگه این تو یعنی ما همکاری کنن، دیگه دونرای محترم کمک کنن که تا ما بتونیم همی دکان خود مثال کلان کنیم یا بتونیم در پولی خود همی دخترایی که از مکتب مانده مثال حال 10 تن است میتونیم 50 تن ما کمک کنیم.